اگر چون شمع می سوزم به بر پروانه ای دارم، برای بزم یارم گر ندارم باده گلگون، درون سینه از خون جگر پیمانه ای دارم. محبوب من سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی، که هر کس در دیار خویش سری دارد و سامانی. محبوب من چرا انقدر کوتاه کردی؟ اینجاشو درست کن. آخ، یه دفعه دیگه هم بتراش بابا، یه دور دیگه هم بتراش، پاک تراشش کن. چرا قد ناخوشکی میکنی؟ دیگه چیزی نداره که بزنم. بوسش تو جوششو میزنی. ببین این گوشهاشو میخوام همچه مثلا بگیری، این ورش هم همینطور. نمیخوام نوکش تیز بشه. لا والا غیرت هم بکن، مواظب باش. از مردونگی همین سیبیل برامونه. چند سالی سربانی هستین؟ 42 قبلا هم همین. شما اهل کجا هستین؟ رشت. چرا اومدین تهران؟ آمدم کار کنم. خب تو شهر خودتون کار نبود؟ نه اونجا کار شست. دیگه حالی به آدم میمونه؟ نه والا. احوالی به آدم میمونه؟ نه والا. دیگه حالی به آدم میمونه؟ نه والا. احوالی به آدم میمونه؟ نه والا. عجب دورانی با نفسای واه، عجب شور و عجب قوقای واه. گلندم میفهمی؟ مال مراغه است. 20 سال آمدم اینجا مشغوله. که سرمایه چی ندارم بدون دکان. من یار قد بلندم میفهمی؟ از اول بابام سلمانه بود، منم پیشش یاد گرفته بودم. آمدم اینجا. اون وقت منم سلمانه شدم.
میخوام برم به لندن میفهمی؟ دیگه ما اینجا کار میکنیم، یه مقدار خرج میکنیم، یه مقدارش چرا خونه میدیم. 7-8 تومنش 7-8 تومن کار میکنیم، نون میخریم، چرا خونه میدیم، گنسایه میخریم، لباس میخریم. با جاهلش به جنگم میفهمی؟ مجبورم نون خاله بخوریم، چند بخوریم، غذاهای مقفل نخوریم، نون پنیر بخوریم، نون و ماست بخوریم. الان کاری که ما میکنیم به غذاهای خوب نمیرسه. 6 تومن 7 تومن پیدا میکنیم، میدیم چرا خانه و خرج خونه میدیم. 5 تومن خرج خونه میدیم. 5 تومن مثلا چطور زندگی میشه تو اون دیره؟ 2 تومن نون خاله میخوریم، 1 تومن گندسای میخوریم، 1 تومن چرا خونه میخوریم. دل با لبات میخوری؟ من با چشات میخوری؟ لبات قیامت کرده، بین قیامت کرده، لبات قیامت کرده، بین قیامت کرده. اسم شما شیر علی. چند سال سلمانی هستید؟ تخمینا 15 ساله همینجا این دم دوهر کار میکنن. زیمستان، تابستان، از گرما، سرما. آخر علاجم این است که پیرانم از یاخش سنجاق زدم. خانه رم تازه آوردم اینجا. تازه آوردم. خودم رفتم ماشین این پاییز تصادف شدم به ماشین. هنوز که ماشین تصادف شدم هنوز یارو رفتی دادگاه هم پول دادی با ما ول کرده بیرون. با ما ول کرده بیرون. 1500 تومان خرج کردم. از مرزخانه دکترا خوابیدم 2 ماه خانه. آخر گوشتم کار شد. به عرضتم باز گوشتم کار شد. چشمم این وریش نبید. هنوز یارو از پرونده را 12 ماه جلو افتاده. شما اهل کجا هستید؟ من آذربایجانی. چرا اومدین تهران؟ اونجا کاسب کاری نداره. آمدم اینجا کاسب کاری میکنم. هنوز یاریم که ارزم اونم. هنوز یاری با ما 1 گران نداد. 1 گران ندادی. هنوز شوفر برزگاری ایراننده واحد. منم الان خانه‌ام 5 نفرم. علاج ندارم. 1000 تومان قرض دارم. و قرآن